درود به همه. من فرشاد سعید زادم و تو این ویدیو میخوام مودم NWR-M920 ورژن 2 از برند نتربیت رو، منوهاش رو و حالا قابلیت هایی که داره رو معرفی کنم. و چون من خودم گرفتمش، میخوام به شمایی که حالا قصد خرید دارید نشون بدم که منوهاش چه قابلیتی داره. بعد حالا تجربه‌مو فقط با شما به اشتراک بذارم. این صفحه ورود به تنظیمات این مودمه. بعد این هم مشخصاتیه که حالا توی تورب گذاشته. حالا من برای اینکه عکسش و اینا رو بیارم این صفحه رو وا کردم. این مودم است. از روی دیلینک اگه اشتباه نکنم کپی برداری کردن طرحو و برند نتربی تو اینجا چسبوندن و یه مودم سیم کارت خور با 4 تا پورت لن، آداپتور 12 ولت و شیار سیم کارت. اون کوچیکترین سایز اسمش چه میدونم چی بود، ولی اون کوچیکترین سایزی که سیم کارت میخوره بهش میخوره، همون که رو موبایل الان جدیدن میندازیم. و این مشخصات فیزیکیش بود. اینجا مشخصات محصول رو نوشته، استاندارد بی سیم رو نوشته، نوع اتصال بی سیم با سیم، نوع آنتن خارجی، آنتناش خارجیه، 4 تا داره، 2 تاش وایرلس وای فای، همون وای فای خودمونه، 2 تاش هم برای دریافت سیگنال، حالا 4G و 3G و اینجا نوشته 2G هم میخوره فکر کنم و 2G. حالا میریم جلوتر ببینیم تنظیماتش اصلا هست 2G هم یا نه، که اصلا باشه نباشه بر ما فرق نداره چون اصلا به کار نمیاد. 4 تا پورت RJ45 داره که این همین زرداه. بعد یکی از این پورت ها میتونه ورودی اینترنت از مودم دیگه باشه که ما این رسکا به عنوان اکسس پوینت ازش استفاده کنیم. سرعت آپلود 50، سرعت دانلود 150 که تو 4G معمولا ما به اینها تو اکثر نقاط ایران نمیرسیم. معمولا 30 دانلود، 35 50 دیگه جای خوب دیگه 100 دیگه، حالا به 150 نمیرسیم. آپلود هم دیگه حالا من چیزی که تا الان تو جای مختلف دیدم 50 نبوده تا حالا. بعد محدود فرکانسی وای فایش 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز نداره. کلیت های WPS و خاموش روشن که حالا اینا مشخصات فیزیکیشه. بریم تنظیماتش رو باز کنیم. ببینید برای ورود به تنظیمات باید مرورگر رو باز کنی. آدرس IP اون مودم رو بنویسی. پیش‌فرضش 192.168.1.1 که من اگه اینو اینتر کنم وصل میشه به اون یکی مودمم که من این رو به عنوان چون این مودم رو دارم به عنوان ریپیتر استفاده میکنم، میبره منو الان وصل میکنه به تنظیمات اون یکی مودمم. مودم نتربیت هم من عوض کردم گوشم 70. شما ولی بخواید وارد تنظیمات بشید باید همون اول پیش‌فرض بزنید .1.1. پیش‌فرض رمز ورود به سیستم ادمینه. اما اگه تنظیمات رو روش انجام بدید دیگه میگه پسوردتون رو عوض کنید و اینجا منم پسورد رو عوض کردم. ولی شما به اولین بار اگه میخواید وارد شید ادمین رو بزنید. لاگین رو میزنم در تلاشم ویدیو خیلی طولانی نشه. این صفحه اولیه ورود به این تنظیماته که وضعیت مودم رو مینویسه که تعداد کلنت های متصل رو نوشته، میزان سیگنال و پرووایدر رو، حالا هر چیزی که دیگه هست دیگه. من قرار نیست بگم که آقا مثلا دیفالت گیتوی چیه و نمیدونم اینا چیه. قرار شما این منوها رو ببینی اون چیزی که میخوای هست یا نه. بعد اینجا وضعیت ون یا اینترنت شما رو نوشته. من به عنوان ریپیتر دارم ازش استفاده میکنم و برای همین اینها رو برای من دیزیبل نوشته. وضعیت VPN رو نوشته، از این سه تا پروتکل پشتیبانی میکنه. میزان ترافیک مصرفی کاربرا که هر آی پی چقدر مصرف کرده. اینجا هم میزان مصرف کلی سیستم رو نوشته. وایرلس، ریپیتر، اترنت، LTE. میریم قسمت ستاپ. قسمت ستاپ ویزارد قسمت راه اندازی آسونشه یا راه اندازی جادویی. به صورت ساده شما میتونید نکس بزنید و تو 3-4 مرحله کار رو تموم کنید.
اینجا به من میگه میخوای از این دستگاه به عنوان چی استفاده کنی؟ من میگه میخوای سیم کارت بندازی که من اولی رو میزنم، اگه میخوام اکسس پوینت باشه میام دومی رو میزنم، اگه میخوام وایرلس آی اس پی باشه میام سومی رو میزنم. الان من به عنوان ریپیتر دارم استفاده میکنم، نمیخوام 100 بار گفتم نمیخوام تنظیماتم به هم بخوره، خیلی مرحله بعد نمیرم اینو. من دارم ریپیتر استفاده میکنم. ریپیتر چی کار میکنه؟ آقا من توی اتاقم، مودمم اونجا آنتندهش خوبه گذاشتم اونجا، به اتاق 2 سیگنال وای فای نمیرسه. میام چیکار میکنم؟ این مودم رو، آقا من از سیم کارتش استفاده نمیکنم، میارم میذارم وسط دقیقا بین این دوتا اتاق 1 و 2. میگم آقا از وای فای مودم 1 هم اینترنت بگیر، تو اتاق 2 اینترنت رو وای فای پخش کن. و دیگه نیازی به کابل کشی این وسط نداریم که آقا من کابل بکشم تو اتاق 2 بخوام اونجا اینترنت رو پخش کنم. از طریق وای فای میاد برای من سیگنال های اتاق 2 رو هم تقویت میکنه برام. یعنی این قابلیت رو هم داره، یعنی شما پول میدید، چیز میگیرید، مودم میگیرید که ازش با قابلیت سیم کارت خورش استفاده کنید، میتونید به عنوان ریپیتر و اکسس پوینت هم ازش استفاده کنید. این هم حالت عادیشه که میگه آقا چجوری این تو ویزارد شما میتونید اینو تعیین کنید، توی اپریشن مود هم میتونی ازش همین تنظیمات رو بهش روش اعمال کنی. میریم واسط نتورک. اینجا لند ستینگ شبکه محلیتون چی باشه، آی پی چی باشه و هر چیزی که اینجا هست، چیزی که به کارتون میاد، ببینید اینها به کارتون میاد یا نه. بعد قسمت ون ستینگ، حالات ونشه. بعد 3 تا قابلیت VPN که داره، این 3 تا که همش هم تو ایران الان قطعه. قابلیت GRE میکنم تانل GRE این آی پی ورژن 6. میگه آقا اگه میخوای از آی پی ورژن 6 استفاده کنیم اینجا انیبل رو میزنی. دوباره اینجا تنظیمات بعدی آی پی ورژن 6. ویلن بریج قابلیت ویلن هم داره. دیفالت روت، استاتیک روت، پینگ چک، اینا تنظیمات تقریبا پیشرفته تره دیگه. یه مودمه که کاربرای عادی فکر کنم خیلی اینا به کارشون نمیاد. میریم بخش LTE بیسیک ستینگ. اینجا APN فکر کنم و اینجا هم میگید که آقا آی پی ورژن 6 و 4 رو بتونه ساپورت کنه یا نه. اینجا بسید من آره 2G نداشت، همونجوری که گفتم اینجا نوشته GSM، اینجا نداشتش اصلا. شما میتونی تعیین کنی اینجا آقا 4G استفاده میکنی یا 3G استفاده میکنی. بعد و اینجا قسمت APN تون هم هست دیگه. اینجا اوتو ستینگ رو بزنی میره از از سیم کارتی که توش انداختی، میره براتون APN رو خودش ست میکنه. پین منیج قابلیت بعدی که شما میتونی حالا پین کد اگه سیم کارت داره اینجا استفاده کنی. قابلیت ارسال SMS هم داره، دریافت SMS و اینجا این باکس، اینجا اوت باکس، SMS ستینگ، ایتی کامنده که اصلا نمیدونم چیه اینا. شاید خب من اینا رو میام، شاید یکی بخواد مثلا از این قابلیت داره میخواد استفاده کنه، نمیدونه این مودم داره یا نه. اینجا دیتا کپه. اینجا بند ستینگ، میتونی یا فقط رو این باند باش. و میریم واسه بعدی وایرلس، تنظیمات وایرلس. بعد سکیوریتی این وایرلس، قابلیت های دیگه، قابلیت پیشرفته تر وایرلس، اکسس کنترل، سایت سروی، WPS که اکثرا اینو دیزیبل کنید بهتره، اسکجوله که میگه آقا توی این تاریخ تو این تاریخ فعال باش و تو این روز مثلا یک شنبه ها فعال باش از این ساعت تا این ساعت، بعد از این ساعت تا این ساعت قطع برا هر چیزی که شما میخواید. ببینید اگه این به کارتون میاد همین رو تهیه میکنید، اگه نه که اصلا هیچ فرقی براتون نداره که کلا اصلا دیزیبل بذارید بمونه. اینجا فیچر هاشه. بعد ببینید من اینجا رو یه ذره ویدیو رو اصلا همینجا مکس کنید ببینید اینا به کارتون میاد یا نه.
پورت فیلترینگ که میگی این پورت رو برای من حالا ببند باز نگه دار. آی پی فیلترینگ که میگی فلان آی پی رو مثلا ببنده. فیلتر دامنه بعید میدونم داشته باشه. مک فیلتر که همون تنظیمات مک، اینجا میتونید یه سری دستگاه رو جلوشو بگیرید، یه سری دستگاه رو تو لیست سفید قرار بدید. پورت فورواردینگ، URL فیلترینگ، چرا اینجا هم داره فیلتر آدرس، فیلتر چیز هم داره، دامنه هم داره که اینجا شما میتونید دامنه رو بزنید یا این دامنه رو با این مودم باز نشه. QoS هم داره که اینها تنظیمات پیشرفته است، یعنی بیشتر مدیرای شبکه از اینها استفاده میکنن. این قسمت منیجمنت که منیجمنت خود مودمه دیگه. اینجا که میگه ساعتش چی باشه، میخوای ریستارتش کنی، نمیدونم کارهای دیگهش اینجا. حالا بریم دونه دونه جلو. DDNSشه، از دای DNS فکر کنم داره استفاده میکنه. از اینا رو پشتیبانی میکنه. بعد دینای آف سرویس، جا توضیحات نوشته. بعد DR069 یا هر کدوم چه قابلیتی داره میتونید سرچ کنید توی گوگل. آقا TR069 چی هست؟ حالا من این وقت کنم برای همه اینا یه ویدیو میخوام درست کنم. لاگایی که آقا مثلا چه اتفاقاتی توی مودم افتاده. پسورد مودم رو اینجا میتونید عوض کنید، پسورد اون صفحه ادمین که بود. اینجا پینگ میگیرید، تریس اوت، سیستم ستینگ، اوتو ریبوت، آپدیت فریمور و لوگ اوت چیه؟ لوگ اوت که من اینو بزنم الان از سیستم خارج میشم. این کل تنظیمات مودم NWR M920 بود که اگه شما قصد تهیه این مودم رو داشتین میتونید این ویدیو رو ببینید و تمام تنظیماتش رو من نشون دادم بهتون. میبینید اون چیزی که هست میخواید میتونید تهیهش کنید و اگه اون چیزی هم که نیست میتونید برید سراغ این مودم دیگه. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید و توی روزایی هستیم که اینترنت قطع، گوگل کار نمیکنه. من نمیتونستم خیلی تصاویر بیشتری برای شما بیارم بخوام توضیح بدم و ویدیو اگه دیدین که اون چیزی که لازم نبود رو نداشت، چون هیچ چیزی تو ایران الان کار نمیکنه. گوگل کار، هیچ سایت خارجی الان تو ایران کار نمیکنه. میخواستم تصویر و اینا بیارم توضیح بدم، یه سری نمونه و مثال بیارم توضیح بدم که الان هیچ تصویری نمیتونم بکنم. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. تا این ویدیو دیگه بدرود.